تنها کسی که از طریق دوره و سمینارهای انگیزشی و موفقیت و فرکانس و ارتعاش و قرار گرفتن در مدار ثروتمند شده، اونیه که این دوره و کلاس‌ها و سمینارها رو برگزار کرده. بقیه فقط جیبشون خالی شده. تو حتی نمیتونی یه نفر رو پیدا کنی که با شرکت تو این کلاس‌ها پولدار شده باشه. به جای مسخره بازی‌ها برو قواعد بازی رو از یکی یاد بگیر. زندگی مثل شطرنجه، اول باید مهره‌ها رو یاد بگیری، بعد روش بازی رو یاد بگیری و بعد از تمرین و تکرار بعد از چند ماه و چند سال بشی شطرنج باز. حالا هی تو بگو من در مدار ثروتم، ببینم 2000 تجیبت میاد. یکم باهوش باشیم بابا، این شیادا رو پولدار نکنیم. برو پیش یکی یاد بده به چی جوری باید پولدار بشی، نه اینکه بهت انرژی و انگیزه بده، بهت فرکانس بده. اینا زر مفته. قواعد بازی رو یاد بگیر. موفق باشید.